میگوین شب قدر کی است. در مسئله شب قدر قول ها زیاد است. در قرآن کریم یگان آیتی نیست که شب قدر شب 27 یا 21 گفته باشد و در حدیث ها هم یگان حدیثی صحیح و صریح وارد نشده است که شب قدر کی است. بنابراین حافظ ولی الدین عراقی رحمت الله علیه 25 قول را جمع کردند که علما در 25 قول اختلاف کردند که شب قدر کی است. یعنی یک عالم اگر شب 27 گوید، یک عالم شب 21 میگوید، همین گونه 25 قول را حافظ عراقی ذکر کردند. حافظ ابن حجر 46 قول را در فتح الباری جمع آوری کردند. امام سیوطی 50 قول را ذکر کردند. یعنی در مسئله شب قدر اختلاف زیاد است. لیکن قول صحیح این است که شب قدر در دهه آخر است، کدام آن نامعلوم است. و در شبکه بیان در کتاب عمدة الاحکام شرح حدیث هایی که آیید شب قدر است شرح می دهیم. آنجا به تفصیل تر گفته می گذاریم. چون در شرح صحیح بخاری هم بعض حدیث های آیید شب قدر را در کتاب شب قدر ترجمه و شرح دادگی هستیم، میتوانید با آنها برگردید. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که والصحیح انها فی العشر الاواخر تنتقل. قول صحیح این است که دهه آخر شب قدر در دهه آخر ماه رمضان تنتقل انتقال می‌یابد. گفتم یعنی یک سال اگر شب 27 شود، یک سال دیگر شب 21 میشد، یک سال شب 24 میشد، یک سال شب 22 میشد. مثلا در دهه آخر انتقال می‌یابد. یعنی شب قدر یعنی یک شب معین نیست. هر سال شب 21 یا هر سال شب 27 نیست. هر سال هر خیل شدنش ممکن است. بنابراین کدام انسانی که 10 شب آخر را اگر شب زنده داری کند با عبادت و طاعات، شب قدر را دریافت کرده است. این واقعا به حکمت نیست تا اینکه بنده های پرهیزگار و عبادت کننده و آنهایی که در راه الله تعالی جان خود و روح خود را به مشقت میگذارند، شبها به طاعت و عبادت و اعتکاف مشغول میشوند، از دیگر شخصی تنبل ها یعنی که فرق میکند. و هر یک بنده چخیلی که در حدیث آمده است اروا الله من انفسکم خیرا، از خود به الله تعالی نیکی نشان دهید در این شبها. یعنی حرکت کنید الله تعالی از شما در این شبها عملهای صالح را بیند. و این قول مالک است، یعنی شب قدر در دهه آخر ماه رمضان. این قول امام مالک است و قول امام احمد است و قول سفیان ثوری است و قول اسحاق بن راهوی است، استاد امام بخاری و ابی ثور و غیر آنها. و ابن عبدالبر به امام شافعی هم نسبت دادن این سخن را و امام نووی هم این سخن را گفتن و حافظ ابن حجر هم این انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه را صحیح گفتند. یعنی واقعا شب قدر در دهه آخری ماه مبارک رمضان است. بنابراین کسی که اگر 10 شب آخری شب رمضان را اگر شب زنده داری کند می‌یابد.